داستان در واقع افسانه یونس و محبوبه. خب شعر این ترانه از محمد علی اخوات وارش فومنی، هر جا هست سرش سلامت، عمرش دراز، از شعرهای قدیمی گیلان. اما خب این ترانه در پاییز 1401 ساخته شد، در اون روزگار پر از خشم، پر از امید، پر از اندوه، پر از اضطراب. اما خب چون که ترانه عاشقانه بود، امکان انتشارش، علاقه‌ای به انتشارش نبود. اما بهانش در واقع ملاقات با یونس شد، یک عاشق شوریده‌ای که بعد از آشنایی باهاش متوجه شدم که افسانه زنده است. یونس در نوجوانی با دختری آشنا میشه در گیلان، در یکی از شهرهای کوچک گیلان، و شیفتگیش اینقدر هست که حالا دیگه هر روز بدون اینکه دختر بدونه مثل سایه دنبالشه. این شیدایی چیزی حدود نیم قرن ادامه پیدا میکنه و دختر هیچ وقت نمیدونه که یونس عاشقشه. اسم دخترم میذاریم محبوبه. و خب روزی مراجعه میکنه به من و میخواد که یادگاری هایی که از روزگار عشقش با محبوبه داشته، در واقع شعرهایی که جمع کرده و وصف حال خودش و اون عاشقانه‌اش با محبوبه است و در شمال یک کتاب براش منتشر کنیم. این اسباب آشنایی میشه و خب جوما دید که چه بهتر از ترانه که بخواد این افسانه رو روایت کنه. داستان طولانی داره، ما این رو داستان کاملش رو در اجراهای صحنه‌ای برای مخاطبا روایت میکنیم و حالا این ترانه رو برای شما اجرا خواهیم کرد. اسمش هم هست جوانه.